چه خرابم خرابم چه خراب آه خرابم چه خرابم خرابم چه خراب. سلام. بعد از تقدیم سلام و احترامات فراوان برای یک شما عزیزانی که نشستین و برنامه امروز ما رو میبینین، امیدوار هستم که یک روز بسیار خوش و پرسعادت و با موفقیت شروع کرده باشین و انشالله هزاران روز خوش دیگه هم در انتظار یک شما باشین. باز هم خوشحال هستیم که امروز روز شنبه است و برای یک ساعت در اختیار شما عزیزان و در اختیار هموطن خود قرار داریم. امیدوار هستم در یک ساعت از دیدن یکی دیگه لذت ببریم و انشالله از یکی دیگه هم چیز بیاموزیم. خب برنامه امروز ما هم برنامه اختصاصی است، به خاطر از اینکه اگر به خاطر داشته باشین به خاطر رژیم نصف یا همون کلاپسی جیم ما وعده داده بودیم که هم با یک ترینر رو در برنامه میاریم و هم با یک روانشناس صحبت میکنیم و هم یک نوتریشنست میاریم. خب در قسمت ترینینگ خود جان عیسی را آوردیم و موفق هم بود و در قسمت روانشناسی با آقای دکتر نزار آمدن در برنامه لطف کردن و صحبت های در این باره داشتیم. اما چون وقتی که آقای دکتر نزار در برنامه آمدن، من دو سوال دیگه هم که فوق العاده به نظر من به اجتماع ما مهم بود ازشان سوال کردم. اما متاسفانه نظر به کمی وقت که می‌فهمین که مسائل سایکولوژی هم وقت زیاد را کار داره، نشد که ما در همین سه سوال که من کرده بودم که یکی درباره رابط مغز با خوردن و میده و اینا چی است و سوال دوم من بود که درباره فشار روحی که در جامعه ما و خصوصا در تمام اجتماع در دنیا هست که باعث فشارهای روحی در جوانان میشه. این سوال دوم بود و سوال سوم من بود به سر ازدواج جوانان، ازدواج های پیش از وقت یا ازدواج های سنتی چی مشکلات را میاره و چرا اینقدر طلاق ها به وجود میاد. خب متاسفانه بازم نظر به وقت کمی وقت نشد که عرصه از اینا رو ما میتونستیم در برنامه سرش گپ بزنیم. از اون خاطر ما از آقای نزار دوباره ازشان دعوت کردم که در برنامه بیاین و امروز هم من میفهم که دو سوال چون فوق العاده جامع است و درباره باید ساعت‌ها گپ زده شود نداریم. از اون خاطر تنها در قسمت امروز در قسمت فشارهای روحی در بالای جوانها و جامعه چقدر در این رول داره، فامیل چقدر رول داره، رفیقات چقدر رول دارن و چی کرده میتونیم و خصوصا چند جوان ما که خودکشی کردن که نه تنها فامیل خود از اونا بلکه تمام فامیل کلانی که کل ما جامعه افغانی است و فوق العاده رنج بردن و من خودم یعنی برامون یک دو هفته کاملا یعنی انورمال شده بود و فشار سر همه ما بود. ما ایره هر کدام ما درک میکنیم. از اون خاطر از آقای دکتر نزار امروز دعوت کردیم که در برنامه بیاین و ما هم کوشش میکنیم که دیگه مسائل را هم برامون ماندیم تا که وقت زیادتر باشه تا که بتونیم در این موضوع خوبتر بتونیم درباره‌اش صحبت کنیم. اما خب پیش از اینکه ما بریم یک آهنگ ببینیم که آقای دکتر نزار تشریف بیارن، یک خبر خوش هم دارم که براتون میگم و او خبر خوش است که همون کتاب‌هایی را که آقای نثار درمانی در برنامه ما آمده بودن که اونا خودشان یعنی رئیس مکتب مدیکال اسکول پومونا هستن و یک سلسله کتاب‌های را اینا در تقریبا 700 جلد کتاب بسیار تازه و نو مدیکال برای یونیورسیتی کابل رای کرده بودن، اما متاسفانه در گمرک اونجا بند مانده بود. خب میفهمین که بعضی سلسله بیوگراسی در افغانستان هست که کارا قسمی که باید باشه انجام نمیشه.
خب هم کتاب اونجا بند مانده بود و در چند سال همونجا مانده بود. بعد از اینکه آقای نثار آمدن در برنامه و ما امرایشان صحبت کردیم، ما امرای سفارت افغانستان در واشنگتن هم به تماس شدیم و از اونا هم خواستیم که در این باره تعقیب کنن و همچنان خوشبختانه هم وقت حامد جان قادری هم افغانستان می رفتن و ما فوق العاده ازش تمنا کردم که حامد جان حتما غم از اینا رو بخوری و خودش هم وعده داد و خدا خیرش بده. وقتی که به افغانستان رفت اولین کاری هم کرده بود همین بود که یعنی بررسی کرد ایره و خوشبختانه که تا با حال در یونیورسیتی کابل در افغانستان هست و جوانان ما و اونایی که میخوان طب بخونن از اونا میتونن استفاده کنن و چون کتاب هم فوق العاده کتابای بسیار خوب است که یعنی به خود امریکا با مشکل نصیب شاگردای فاکولتی طب میشه، بسیار خوب است که به دست از اونا برسه و انشالله از اونا ثواب استفاده کنن و شبه یک گوش از ثواب یا خیر هم به تلویزیون خراسان و ما شما برسه. و چقدر خوب است که هر کدام ما به نوبه خود اگر یک قدم خیر می‌برداریم و یک کمکی میکنیم که برای جامعه ما خصوصا جوانای افغانستان میشه، واقعا بسیار خوشحال میشیم. و وقتی که جان آمدی خبر بر مداد من فوق العاده خوشحال شدم و برای آقای درمانی تلفن کردم و او هم فوق العاده خوشحال شد و از این واقعا بسیار ممنون هستم. با آقای درمانی امروز ما وعده دادن که یک روز میانده برنامه امروزشون در این باره هم با صحبت خواهد کردیم و درباره درگ و همین معتاد شدن اینا حتما صحبت با ما خواهد داشتن. خب حالا میریم پس همون آهنگ بسیار مقبوله رو میبینیم و بعد از او گفتگوی داریم با آقای دکتر داوود نثار. دلم دوگو دوگو مکونه، دلم دوگو دوگو مکونه وای دلم دوگو دوگو مکونه، دلم دوگو دوگو مکونه وای دلم دوگو دوگو مکونه یار میآید پس سودا سوی بازار میآید پس سودا میآید راشی دوره پیشی باشم که ازم شر میآید وی دیستای فاطمه دیس بندی مورا قطی دل بر بگردم جارا جارا قطی دل بر بگردم جارا هر سو نیلت آبا دلای از مغارا دلم دوگو دوگو مکونه دلم دوگو دوگو مکونه وی دلم دوگو دوگو مکونه دلم دوگو دوگو مکونه وی پیشای دلوم از زجریاره هر جا دل برد دل را قراره بروم از پیشی که کس تشنایه عاشقای دل بر پیشماره دلم دوگو دوگو مکونه دلم دوگو دوگو مکونه وای دلم دوگو دوگو مکونه دلم دوگو دوگو مکونه دلم دوگو دوگو مکونه یار میآید پس سودا سوی بازار میآید پس سودا میآید راشی دوره پیشی باشم که ازم شر میآید وی دلم دوگو دوگو مکونه دلم دوگو دوگو مکونه وای دلم دوگو دوگو مکونه دلم دوگو دوگو مکونه وای دلم دوگو دوگو مکونه
دلم دوگو دوگو میکنه وای دلم دوگو دوگو میکنه دلم دوگو دوگو میکنه وای خب عزیزان خوشحال هستیم که آقای داوود نزار همراه خود داریم. السلام علیکم آقای داوود نزار. سلام. خوشحال هستیم که شما دعوت ما قبول کردین و امروز در استودیو آمدین تا که ام قسمت دوم سوالا رو انشالله کور کنیم امروز. چرا نه؟ و قسمت سومش هم به یک روز دیگه خاک ماند. البته. حتما. شما هم مگر سلام علیکی. من جمیله جان از شما بازم تشکر میکنم. به نوبه خود به بیننده‌های محترم احترام عرض میکنم و آرزو دارم که همه صحت و مسرور باشن. انشالله انشالله با امروی گرمیای تابستان هم به خوشی بگذره. خب آقای نزار پیش از اینکه همین سوالای خود شروع کنیم من گفتن بسیار ساده داشتم از اینکه عزیزای ما بفهمن که این برنامه یک برنامه تراپی نیست، بله سایکوتراپی نیست و از اون خاطر فقط یک برنامه است که ما میتونیم که دربارش یعنی صحبت میکنیم. درست است که آقای نزار اینا استاد پوانتون هستند، انسان فوق العاده، از هر نگاه من واقعا برشان بسیار زیاد ممنون هستم. یک انسان بسیار وطن دوست، انسان از هر نگاه یعنی یک انسان رسیده هستند و من افتخار میکنم که تو یک افغان ما در جامعه خود داریم. اما تو نشبه که بعضا چون من هم صحبت میکنم بعضی بیننده ها بگوین که خب تو چرا گپ میزنی با که آقای نزار صحبت کنن یا ای واقعا باید وقت بر از اونا بتم. اما چون باز هم میگیم برنامه تراپی نیست، از او خاطر در خلال گپ ها ما هم نظر خود میتم و آقای نزار نظر خود میتن و در آخر باز یکیره از نگاه علمی ارزیابی میکنیم. بله همین چیز بسیار پروسه بسیار مقبول. زنده باشیم. خب آقای نزار سوال اولم از شما ای است که خب اما سه سوالی که داشتیم که من در پیشتر از یام برای بیننده‌های عزیز گفتم که یکی در قسمت روان با رژیما و با چاق شدن اینا بود که او را شما چند هفته پیشتر درباره‌اش صحبت کردین و قسمت دوم در قسمت یعنی جوانای ما و یا کلانام همچنان زیر فشارهای روحی هستیم زیاد و امروز اگه ما بتونیم در این باره صحبت کنیم و شما لطف کنین در این باره زیادتر معلومات بدین. سوال اول من این است که اصلا این فشارهای روحی خودش چی هست؟ اگه میره سرش روشنی بندازین خوشحال میشم. جمیله جان پیش از اینکه صحبت خود شروع کنیم از خود راستی تشکر میکنم که باعث یک متصدی پروگرام خصوصا که تمرکزت با پرابلم ها یا موضوعات که متوجه جوان است پروگرام های متعدد تشکیل کردی و تقدیم بیننده کردی. یک عالم تشکر. اگرچه من افغان ها را نمایندگی کرده نمیتونم با نمایندگی خود از خودت و از نگاه مسلک خود یک دنیا تشکر میکنم که اقلا یک موقع را مساعد میسازی که سر بعض مسائل آدم صحبت کنه. گفته خودت مامدار مشکل است که آدم یک ساعت یک و نیم ساعت 2 ساعت که داریم موضوعات به خصوص تراپی را در میان بگذاریم. چرا تراپی یک پروسس است که باید دوام کنه. یک کسی که تلفن میکنه برای 5 دقیقه یا 10 دقیقه آدم نمیتونه پرابلم از رو تشخیص بده. چی رسه به این که راه دیگر راه علاج و استراتژی علاج پیشنهاد کنه. ما از این خاطر با خودت امراستم که در این پروگرام آدم مسائل را به طور علمی پیش کنه و کسی که خواستار باشن که مسائل شخصی را با ما شخصا در میان بگذارن. ما اعلان کردیم در تلویزیون های مختلف در کنفرانس ها که میتونن از ساعت 10 شب تا 1 صبح تلفن کنن. ما وقت مختص ساختیم. شما چه وقت میشین آقای؟ ما عموما زیادتر امیر خود پروگرام کردیم از نگاه روانی که تقریبا ساعت شب 4 یا 5 ساعت زیاد خواب نمیکنم.
اگر خودت خواهش داشته باشی خودم ترین میکنیم. وجود انسان، دماغ انسان یک کامپیوتر بسیار قوی است. آدم هر چقدر خودت ترین کنه، شما اگر این پروسس تکمیل کنید، که ما خودم یاد گرفتم تقریبا 30 سال پیش از یک استاد فاکولته ما، که آدم میتونه با قسم خواب کنه که مو انرژی که میگیره پس وجود خود انرژی خود پس آباد کنه در ظرف 2 یا 3 ساعت. ضرور نیست که آدم 10 ساعت خواب کنه. چرا او یک پروگرامش که آدم پروگرام میکنه. بعضی کسا رو دیدین که میگه اگه من 8 ساعت خواب نکنم 10 ساعت خواب نکنم من مریض میشم. راستی مریض میشن. اگر بگی نه مریض نمیشم اون کار نمیشه. موضوع که شما گفتید پیری هستین هر چیزی که آدم میگه باز دمونجا. اما گفتم پرابلم همیست که قربان شما که گفتین، من رول شما رو بسیار مهم میدانم. رول یک پرودوسر جمیله جان همیست که ما میتونم یک موضوع رو شروع کنم در دماغ ما جهات است که میتونم برای 15 ساعت در موضوعی که گپ بزنه آدم شاخه پیدا میکنه و رول پرودوسر خوب مثل شما است که آدم پس بگه آقای نزار رفتی بسیار دور رفتی پس بیا. خب حالا پس سر فشارهای روحی خصوصا جوانان پیش از اینکه ما در موضوع داخل شم، ما 2 پروسس میخوایم تشریح کنم. 2 موضوع را که راستی تعداد واقعی پرابلم‌های روانی است، خصوصا در حالت فعلی پرابلم‌های روانی یا پرابلم‌های اجتماعی که خلق شده. بعضی حرکات از جوانا دیده میشن، بعضی مریضی‌های ظهور کرده که باور کنید بعضی مریضی‌هایی که به شکل نو ظاهر شده از قبیل در انگلیسی میگن ماسیو انوریزم یا استروک دماغی که در پیشا میگفتن که پارشل استروک بود که آدم 1 دقیقه 2 دقیقه 5 دقیقه وقت میداد تا شفاخانه برسه. حال به تو ثقیل شده که به ظرف 20 ثانیه یا 10 ثانیه مثلا جای به جای دیگه جای به جای میبره. و ما بسیار کسایی رو شنیدیم تا 2 نفر از آشنای ما سرشان 40 45 بود به ظرف 5 ثانیه از بین رفتن تو استروک بسیار دماغی. از این خاطر ما به اجازه شما چند دقیقه سرمی گپ بزنیم که تاداب یا عنصر عمومی همین پرابلم ها ریشه اساسی چی است. موضوعی که ما میخوایم اگر چی بارها تکرار کردیم، یک موضوعی است که در فارسی ما میگیم هماهنگی. در انگلیسی ما باید به اجازه شما و بینندای محترم بگویم که بعض وقت چون زیادی این پروگرام‌های تلویزیون در کانادا و آمریکا دیده میشن، اگرچه بعض ممالک دیگه هم از راه اینترنت میبینن، اما بعض لغات است که آدم به صورت واقعی نمیتونه ترجمهش فارسی را پیدا کنه. اما کوشش میکنیم به قسم وسیع‌تر معنای مگپ بگوییم. از این خاطر همین لغت هارمونی بسیار مهم است. جمیله جان، هارمونی یا هماهنگی یا همرنگی یا تفاهم یا توازن ایست. وقتی که توازن یا هماهنگی از بین میره، اونموز که انسان دچار پرابلم های مختلف میشه که در میتونیم تطبیق کنیم که در موضوعی که شما پیشنهاد کردین جوانا. اول باید تعریف کنیم هماهنگی یا هارمونی چی است. هارمونی از نگاه علم روانشناسی و از نگاه علم اجتماعی یک حالت است که مملو از صلح و آرامش است و فاقد تضاد، مجادله و اختشاشات روانی و جسمی و شخصی است. این پس تعریف هماهنگی یا هارمونی است. بازم به اجازهتون میخوایم تکرار کنم که هارمونی یک حالت است که مملو از صلح و آرامش است و فاقد تضاد و جدال و جنجال شخصی. یعنی با می جنجال آدم چطور رفیق شود؟ وقتی که رفیق شد پرابلم آدم. اینا شما بر ما بگین که چطور رفیق. اینا چطور گفتم چطور آدم هارمونی رو با وجود میاره، چطور هماهنگی رو. یک مثال میگم جمی جان، اگر شما در یک پارچه موزیک میشنوین، اگر ببینی هارمونی نمی باشه، که در فارسی یک اصطلاح بود در کابل میگه هارمونیزه میگفتن، هارمونیزه یا هارمونایزد انگلیسی بگن که نباشه. یک ارکستر افغانی میبینیم مشتمل از رباب است، تنبور است، غیچک است، سارنگی است، طبله است، هارمونی است و خواننده است. اگر هر کس به کلی خود بخوانه هارمونی نباشه دل خراش میشه و مردم دل باز خوشایند هم نیست. همچنان در مسائل روانشناسی، در مسائل اجتماعی، در مسائل فامیلی، اگر هماهنگی نمی باشه، یک توازن نمی باشه و هر کس به ساز خود میرقصه و گپ میزنه، پس امو صلح و آرامی که ما گفتیم در میان می باشه از بین میره.
او دچار پرابلم های میشه، منتج به پرابلم های میشه که باز عواقب اخیم داره. اینا می استیجا یا مراحل هارمونی چیست؟ مرحله اولش هماهنگی داخلی است که در انگلیسی interpersonal harmony میگن که چطور آدم در وجود خود، در دماغ خود هارمونی و هماهنگی به وجود خود آرام بسازه با مسائل یعنی هم هماهنگی بله کنه. مثل که جمیله جان شما میشناسین که هر کدام بلد هستین و مالدار خبر هستین یا که ما شما انسان ها در دماغ خود، در داخل خود در جدال هستیم با عقاید خود، با پرابلم هایی که داریم، با موضوعات آمیزش و تطابق با مردم، فشار روحی. این یک طغیان، یک انقلاب را در وجود پیدا میکنه که امو هارمونی را تا هماهنگی را از بین میبره. اینا پیش از اینکه ما سر مسائل اجتماعی گپ بزنیم، سر مسائل اخلاقی گپ بزنیم، سر مسائل اقتصادی، باید حتی یک موضوع مهم مسائل سیاسی که اگر تطبیقش کنیم در افغانستان یک هماهنگی سیاسی نیست، داخلی نیست، هر کس در جدال است. این مرحله اول است که ما اول کاری که میکنیم در وجود خود، در داخل خود باید هماهنگی رو به وجود بیاریم، هارمونی رو باید. بعد از استیج دوم هارمونی با شخص دیگه است، مثلا با شوهر، با طفل، با همکار، با خانم، با پدر، با مادر، با شخص که مقابل آدم است از بیرون. اگر ما تضاد باشه، مجادله باشه، جنگ و دعوا باشه، پس ما هارمونی و هماهنگی از بین میره. وقتی که رفت اونمو شروع پرابلم هست. حالا ببخشید چطور میتونیم که بسیار معقول تشریح کنیم واقعا اینا؟ خب همین پرابلم ها مثلا همین بی‌نظمی هست در داخل و چی در محیط خانواده یا در محیط در اجتماعی که زندگی میکنیم. خصوصا جوانای ما که در دو محیطی که هستن، در خانه می آین با یک کمون تضاد تولید میکنه، فاصله را تولید میکنه، یک کلچر دیگه. سر از یعنی دو چند فشار است. خب سر ما هم است، باز ما کلانتر هستیم، یک ذره میتونیم گفته شما همین هارمونی را کرده میتونیم، به اصطلاح کردگی قرتم کرده میتونیم. اما جوانان هم قدرت دماغی زیاد دارن، قدرت تحلیلی دارن که چی میکنن؟ یک عکس العمل شدید نشان میدن. مقابل هر عمل یک عکس العمل است. اگر تحت فشار میان، چند وقت پیش گفتم، اگر آدم زیر سیستم دیکتاتوری کلان میشه، دیکتاتور میشه. اگر زیر فشار روانی کلان شده میشه، اونم قسم مریض میشه. ظالمانه کلان شده میشه، ظالم میشه. این یک چیز طبیعی است. اما آدم میتونه که اصلاح کنه خودش. چرا نه؟ اصلاحش چیزی که پیش از اینکه او رو مرحله سوم میخواستم بگم، هارمونی مرحله سوم است که با اجتماع چطور آدم تفاهم پیدا میکنه، در هارمونی میباشه. بسیاری کسایی قسم شما میگه به مثال گفتین که در بسیاری کسایی که هستن از ممالک دیگه، یعنی خصوصا ما شما با صورت مختص به سر افغان ها گپ میزنیم که یک هماهنگی بین خود و بین اجتماع اینجا ندارن. یعنی عیار خود نمیسازن، آمیزش نمیکنن، تفاهم پیدا نمیکنن، پس یک تضاد تولید میشه بین یک شخص و بین اجتماعی که زندگی میکنن. با بدبختانه موجودیت بعضی کسایی که ما اونا را شیطان‌های اجتماعی میگم که اینا پروپاگاند میکنن، مردم دور ساخته میرن، میگن که مثلا اجتماع آلمان یا اجتماع امریکا یا اجتماع کانادا یا فاسد هستن، خراب هستن، از این خود دور نگاه کنین، زبانشان قبول نکنین، کلچرشان قبول نکنین و بسیار پروپاگاندای حتی درباره خود میکنن که حتی کلچر خود، خصوصیات روش خود، رسم و رواج خود تعریف کرده نمیتونه. ما بارها از یک افغان پرسان کردیم که مقصد شما میگی کلچر افغانی، هدفتون چیست؟ در افغانستان یک کلچر وجود نداره. در هر جای مختلف افغانستان یک روش، کلچر از لغت کلور لاتین گرفته شده 4-5 هزار سال پیش که معنای واقعیش روش است، طرز زندگی است. خب شما ببین در افغانستان در جای مختلف طرز و روش زندگی مختلف است. پس ما حالت امید داده نمیتونیم بگیم اینی کلچر ماست. یک موضوعی که بسیار در خانواده بین یک خوار یک برادر، بین دو خوار فرقای است، بین پدر و مادر شما میبینید اولادای ما شما که اینجا کلان میشن، ببینید چه فرق دارن از مادر. از خود یک روش دارن. و این به صورت علمی اگر آدم امروز روش نکنه به صورت ساینتیفیک، اونمو تضاد منجر به این میشه که اختلافات زیاد میشه، هارمونی از بین میره، باز پرابلم های دیگه با وجود میاد بر دو طرف که بعض پرابلم ها به اندازه وقتی میشه که
بعضی کسا دست به خودکشی میزنن، بعضی کسا دست به کشتن دیگران میزنن، حالت روانیشون، حالت صحیشون از بین میره. و اینال موضوع دیگه که این مؤسس امانگی بود که چطور آدم امانگی رو به وجود میاره. شما گفتین که چاره چیز. بله. ما یک مقدمه بسیار کوچک هم دمی که هر وقت که یک موضوع آدم بررسی میکنه جمیله جان، چند مرحله است که آدم تعیین کنه. او را طی کنه. اگر طی نمیکنه، مثلا شما یک درخت میگیرین، از یک شاخچه محکم میگیرین، او کدام تاثیر هم نداره. در موضوع حل و در موضوع بررسی علمی موضوعات اجتماعی چند مرحله اول است مرحله تحلیلی است به الوا. معنای از حالت است که آدم باید حالت را تشخیص کنه. از نگاه طبی بگویم آدم تشخیص کنه که اینی پرابلم است. مثل که شما بسیار خوب راپور دادین. سوال بیشتر ما گفتین که بسیار مهم چیز که اول آدم پرابلم چیست. شما تشریح دادین، مثالای را گفتین که اینی واقعات در کابل واقع شده، در افغانستان واقعات بین در اجتماعات افغانی در خارج واقع شده، از قبیل خودکشی‌های مختلف، از قبیل اختلافات فامیلی، از قبیل طلاق، از قبیل صدها پرابلم دیگه روانی و جسمی، طبی، ترک خانه و مشکلات طبی حتی واقع شده. مردم خونریزی‌های شدید برشان خلق شده که هیچ فهمیدام نمیتونن، مایگرین هدک یا سردردی‌های بسیار ثقیل، یک آدم گردهش درد میگیره بدون کدام دلیل، یک آدم استخوان‌هاش ضعیف میشه. اینا کلش چیز است که پرابلم آدم تشخیص کنه. این تشخیص شده که پرابلم تا حد ما شما میفهمیم، خصوصا کسایی که شما در پروگرام ها داخل هستن، حالت اول حل شده، میفهم پرابلم چیست. این حال از این به مرحله دوم میریم که او تحلیلی است به عین که علتش چیست. وقتی که پرابلم رو تشخیص دادیم، پیدا کردیم، تشخیص تشریح کردیم، این حال از نگاه تحلیلی بگیم که علتش چیست، عوامل و عناصری که پرابلم با وجود داره چی است. که ما شما من لستان دیدم تماس میگیریم که علتهای اقتصادی چیست، علتهای سیاسی است، علتهای اجتماعی است، عقیدوی است که چیست. همینجا ببخشید آقای نثار شما را استفاده کردم. یعنی در مسائل خانوادگی خود فرضاً یگان دفعه ما بین ما و بچه‌ها یک چیزی من میگم خوش نداره، اون میگه من خوش ندارم، یعنی بعد از اون دقیقاً من فکر میکنم که یعنی علت همین چرا آتر شد. بله. و یعنی وقتی که آدم علت میفهمه است که طرف مثبت میگه. اما علتی که پیدا شد یا انگیزهای داخلی می باشه، متاسفانه ما نمیخواهیم که بریم به علت. اصلا نمیخواهیم. میخواهیم که خودم تو مثل او از نگاه علمی جمیله جان، از نگاه منطقی کار درست نیست. آدم راه حل پیشنهادم کرده نمیتونه اگر علتش نفهمه. شما موضوعی که دفعه پیشتر ما شما گفتید در موضوع مثلا چرا وزن میگیره بسیاری کسا، رژیم غذایی چیز، اگر شما علت پیدا کنید که چرا یک انسان وزن میگیره، در اینجا قسمی که ما یک کتاب آوردیم با شما دوستان پسان اگر شما معرفی کنید، تشریح دادن از نگاه عمومی هولیستیک مدیسن میگن، از نگاه تمام موضوعات مختلف اینا بررسی میکنن. دلایل داخلی است، دلایل خارجی است. دلایل داخلی است که آدم بعضی چیزا وجود آدم بعضی چیزا را ضرورت بیشتر پیدا میکنه، اما باید کنترل آدم. من شما عرض کردم دفعه پیشتر که باید منیجر خود آدم، زندگی خود آدم باشه، نمانه که از نگاه غریزهای داخلی، انگیزهای داخلی باعث شود که آدم به صورت انحرافی به یک طرف بره. مثلا یک آدم اعصابش خراب میشه، نان زیاد میخوره، یا دیگر آدم به طرف انحراف. او علت خارجی چیست که زیر نفوذ آدم عناصر خارجی میه. مثلا شما یک آدم تا نمیتکه، شما چرا نان نمیخوری؟ نان من خوشتان نامد؟ والا من تعوین شدم، شما من نان پخته کردم، یعنی برای شما به زبانهای مختلف میگن من تمام روز در کارخانه نان پخته کردم، شما پشقابتان هم خلاص نکردین. اما از نگاه علمی باید علمای علمی میگه که وقتی که آدم نان میخوره حتما مثل یک ترین و سفر یک ریل است، یک ایستگاه یا سرویس موتر یک ایستگاه پیش ایستگاهتان تا شوید. اما بسیاری کسا دو ایستگاه بعد از ایستگاه خود تا میشن، اونموز که پرخوری میشه و باز وجود هضم کردن نمیتونه، تحلیل کردن نمیتونه، و ذخیره میشه. ذخیره که شد منجر به وزنگیری و بعضی پرابلم‌های دیگه میشه. مثلا شما بعضی چیزها را زیاد میخورین، اسید، مثلا اسیدی که میخورین چیز زخم معده پیدا میشه یا دلجوشی پیدا میشه، یا بعض غذاهای دیگر که آدم فکر نمیکنه حساسیت داره وجود آدم، عطسه زدن شروع میشه، نفس آدم بند میشه، مریضای دیگه میشه. خب این مرحله دوم بود که تحلیل. مرحله سومش قربانی است که
راه حل پیدا کنند. خب موضوع رو تشخیص دادین، تشریح کردین، تحلیلش هم کردین، دلایلش پیدا کردین، عناصرش، فاکتورهای را. اینال راه حل چیست؟ راه حل آسان است، آدم میتونه وقتی که تحلیل کردی بگم اینی مریضی بر ما پیدا شد، دلیلش اینی بود. دلیل چارش آسان است. مرحله آخری است که استراتژی رو چطور پیدا کنند. چه قسم استراتژی با کار ببره که امو راه حل به صورت موفقانه مؤثر واقع شه و پرابلم از بین بره. و یک مرحله دیگه هم است که فراموش کردم در آخر است که چطور آدم دوام بده. یک روز نکنه، 2 روز نکنه. پروگرام های شما هفته پیشتر گفتین که دایت پروگرام هاست، 1-2 هفته شما را گیر میکنن، سب جلوبل نشون بازو نقصش پارش. اینی دو موضوع است که موضوع سوم میمانیم بعد از چند سال دیگه که چه قسم کارهای کنم مراحل دیگه که مثلا سوشالایزیشن میگن یا طرز آماده ساختن یک انسان، چی طفل است چی کلان است که رو در انگلیسی به نام تدریس یا آماده سازی انسان میگن. این حالا میریم سر سوالای مختص قربان که چطور فرضاً همین ما چطور جوانا فرضاً اول خب سر جوانا خوی پرابلم های روانی را هر کدام ما داریم، ما انسان هستیم و جامعه هر روز هر یک چیز کاملا طبیعی است. اینال ما اول برای جوانان خود یعنی چطور ما میتونیم بیافیم که نمی جوان ما یک پرابلم داره و چطور امرش صحبت کنیم و یا چطور امیر درک کنیم. اگه دمینجا بشنی فهمیم. عنصر اول است در اونجا یک سلسله قوانین است یا اصول است که جمیله جان آدم مراعات کنه که به نام rules of communication یا اصول مکالمه یا مذاکره میگن. مهمترین چیزی که است آدم باید مکالمه داشته باشه. مکالمه یا کمیونیکیشن برای خود برسنه که باشن. در کلچر ما، کلچر افغانی بدبختانه رابطه یک مادر و پدر با رابطه یک طفل بسیار رسمی است. در بسیاری موارد داخل صحبت نمیشن. ما چند وقت پیش در تلویزیون یک پروگرام شنیدم که یک آقا تلفن کرد گفت من با اولادای خود میرم در پارک باسکتبال میکنم، وقتی که خانه میام خوشوی ما مرا دو میزنه، خسر ما که مادر خودم که کلان آدم خود خیله خیله میسازی میری که توشتکا سپورت میکنی. ببینید از نگاه علم با کلی از ما که پرسان شد تلفن کرد، من گفتم قربان امرای خوشوت بشی جدی گپ بزن لطفاً یا اینی قسم گپ بزن امرای ما، چرا لازم است که ما تامین کنیم یا خانی ما نبیه. و یک چیز دیگه هم هست آقای نزار مثلا که همونطور که ما انسان ها روز به روز تکامل میکنیم و روز به روز یعنی به طرف ترقی پیش میریم. فرضاً ما امروز تا 3000 سال پیش فوق العاده انسان ها ترقی، طرز تفکرشان تغییر کرده، طرز ذهن تغییر کرده، طرز سازش و زندگی تغییر کرده، اما طور عقاید و نظر هم تغییر میکنه. مثلا امروز شاید بسیار گپایی که ما شما امروز او را کوت میکنیم یا به حساب میگیم، شاید 2 سال بعد ما کاملا نظر تغییر کنه. برای که زمانه علم در حال نموست، ما در حالت تکامل و نموست. ایناله بعض کلانای ما که خب هستن با من نظر عقیدی خود، چون در افغانستان ما متاسفانه آنقدر میبینیم که غرب و ما فوق العاده در یک دو بالایی و پایینی بسیار عظیم قرار داریم و در بعض جا آدم باید جمیله جان چیز کنه اقرار کنه که در بعض موضوعات علمی آدم پس مانده است. قسم 4 مرحله که شما گفتین باید اقرار کنیم که پیش بریم. ایناله مثلا در افغانستان ما حتی اگر چشم به چشم امرای پدر یا مادر یا کلانتر از خود آدم گپ میزد بی‌احترامی بود. در حالی که امروز اگر گپ نزنه چشم به چشم بی‌احترامی است. خیالش میاد که تو ایگنور کردیم. همین واقعا سر کل ما شده. ما 43-4 سال پیش امریکا آمدم، باور کنم ما از اون کلچر آمدم بسیار شرمنده بودم. وقتی که گپ میزدم من امرای یک فامیل امریکایی زندگی میکردم، مرا فرزندی قبول کردن. باور کنید تا 2-3 سال اول خانم امریکایی که ما به حیث راستی مدیون هستم در امریکا که گپ میزد مرا میامد امرای کلک خود از ناخ میگم امرای ما که گپ میزد سنم سیل کو صدای تا شنیده نمیتونم. من او دفعه گفتم قصدن میرفت کارخانه از اونجا کتم گپ میزد که باش ما بلند گپ بزنم.
بارها پرسان میگه که شما چرا این قسم گپ میزنید، چرا تو خجول هستید، چرا تو شرمنده، چرا تو پخش کردید. گفتم اونجا اگه گفته شما صدایت بالا میشه میگو گستاخ هستی، بی تربیه هستی. تو بسیار اما امروز دنیا تحول کرده، از خاطر مثلا کلانای ما که این چیزا رو میگن آدم احترام برشون بگذاره اما کار خود پیش ببره. مسئله احترام جمیله جان یک کانسپت است، یک پرنسیپ است که هیچ ارتباط نداره به حرکات جسمی. که شما مثلا دستتون شور میتین یا گپ میزنین یا طرف پدر مادر سل میکنین، اینمی استانداردهایی است که ما از کجا پیدا شده که اگر ما صورت علمی ببینیم نه در دینی که افغان‌ها تقییم میکنن یس نه در کلچر واقعی افغان‌ها رو سکنی مردم آزادمنش هستند، استقلال پرست هستند، به اندازه که حیات خدا قربان میکنن و رزق استقلال خدا. اما در این زمان ببینید چیزای رسم و رواج رفتار به وجود آمده که برخلاف هم کلچر استقلال پرستی است. مردم ماجون بسازیم، مردم از بکوبیم، مردم سرشان سرپوش بانیم. اینی پرابلم است که امو کمیونیکیشن یا مکالمه گفته شنوا کم میسازه. وقتی که نبود ما از رازهای داخلی یک طفل خود بلد نمی بشیم. وقتی که باید طفل سر پدر و مادر نزدیکترین موجودات زندگیشون اعتماد کنن. هر نوع پرابلمی که باشه آزادانه بیان گپ بزنن. پدر و مادر طفل رفیق وری باشن. وی مانا نمیته که بسیاری کسان میگن که اگه من که طفل خود رفیقانه رفتار کنم باز روز دوم سرشانهایم بالا میشه و مرا احترام نمیکنه. با کلی غلط است. اینی میگه سی کلچر ماست که با کلی باید او سپرده میشه. تغییر بدیم. علم جدید در هر جایی که باشن. ما چند دفعه تکرار کنیم قربان، از بعضی جهات افغانستان میگن 1700 سال از بعض ممالک مترقی پستر است، پسمانده تر است. پس باید یاد بگیریم، امیر اقرار کنیم. امیر گفتم مذهب اسلام میگه، امیر کلچر میگه که تواضع کنین، حلیم باشین. پس امو باید ما راهنمایی کنه به امیر راه که وقتی که تواضع کنیم حلیم باشیم پس یاد میگیریم. یک کسی که امروز یک مملکت مثل امریکا واری که امروز در فکر عزیز که در قارهای دیگه برن، در کهکشانهای دیگه برن و کشف هم کردن آلاتشه، ما میتونیم از یاد بگیریم. در هر اجتماع خوب و بد است. ما نمیته که هر چیزی که یک امریکایی میکنه ما آلمانی میکنه تعقیب کنیم. یک قدرت ما که همیشه میگم که وظیفه واقعی من چی در فاکولته، چی در سمینارها، چی در کتابای نوشتیم، چی در رساله‌ای که نوشته کردیم، همیست که حق کنترل و حق اداره، حق منیجمنت به خود انسان بدن. تشویق میگن که خودت منیجر و حاکم و راستی والای خود هستی و بهش احترام بگذاره. احترام بگذاره و دنیا برات باز است. در عالم علم امروز ببینید جمیل جان چه آسان است. اینترنت شما باز کنین، از هر جایی که بخواین، از هر وقت تاریخ معلومات جمع میکنین. اما کلش آدم در یک دیگ مندازه، یک چیز خوب میکشه که اما مطابق زمان باشه. ما گفتم یک چند وقت پیش یکی از احادیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله جمع میکنم. پیش ما کل موضوعات علمی است. ما کدام تعصب ندارم. به همه ادیان ما احترام دارم. حضرت محمد صلی الله علیه و آله گفته که اطفالتان مطابق زمان و مکان تربیت کنید. در کلچر ما شما یک اصطلاح میگن تا نشوی رسوا امرنگ جماعت باش. و این چیزایی که ما باید یاد بگیریم. این مثلا بعد از چندین صد سال، هزار سال تولید شده. پس باید گوش بدیم. خب و عمل کنیم. چرا یکی گوش کنیم منال سر گوش کردن عمل کردن میایم جمیله جان که دلایل است. اما پروسس که ما عملی کنیم چرا مردم گوش نمیکنن؟ عدم دلیل اولیش است که سواد نیست. امروز سواد اساسی در انگلیسی بیسیک لیترسی میگن در افغانستان 3% است. یعنی 97% افغانستان نوشتن و خواندن نمیتونن، زبان خوده. حال خب بخیر منظوم که زیادتر. حال بخیر کمتر شده. چرا جنگایا و سواد بعد از یک سواد مهمتر است که وقتی نوشتن و خواندن آدم یاد میگیره سواد علمی است. ما شما چند سال در فاکولته تیر کردیم. یادتان است نوت بگی سر چوکیای بسیار سرد و آینی بشی، گوش کو با رساله نشته که امتحان بگی. این یک پروسس که آدم میرسونه. معلمای مختلف میآمدن معلومات بر آدم میده. امروز همو آسان‌تر شده. اینترنت بر آدم مهیاست، کامپیوتر آدم است که آدم از تمام دنیا میتونه معلومات جمع کنه. مرحله دیگه است قربان سواد دیگه است که سواد تحلیلی است.
که شما میفهمید جمیلا جان، ما هم دیدیم در 40 سال که من معلم هستم و در ریسرچ داخل هستم، بسیاری کسا دیگری میگیرن، درجات علمی میگیرن، اما از نگاه تحلیلی یعنی که پیششان بشینیم میگم آدم مشوش میشه که همین دیگری را از کجا گرفتی، نه منطق است گپ، نه تحلیل است، نه اما علت دیگه. از خاطر این چیزا که نباشه تاثیر هم نداره، عملی هم نمیشه. و در آخر یک روش را در انسان ما تقویت کنیم که دروازه را بسته نکنن برای اولادای خود، نه تنها برای اولادای، برای خودم. بسیاری کسا دیدین دور خود دیوالای سمنتی القاز سیم خاردار انداختن، نه کس داخل شو نه شما بیرو برید. اونو خدا مستم بله منزواز چیزی که یاد گرفتیم از سابق از 2000 سال پیش اونم عملی میکنم. اونم گپ است، ما تغییرم نمیتم. اگر تغییرم دادم گفتم ما که میگم یگان شیطانای اجتماعی است که برشان گفتم هر روز تلقین کنم که اوش کو تغییر نتی، که اگر تغییر میتی کلچرت پاشان میشه و هویتت پاشان میشه، هیچ وجود نداری. اینا مردم منزوا میسازن. تاریخ است و هیچ وقت گم نمیشه. تاریخ بشر یک تاریخ است. میبخشین آقای نزار، یعنی خب ما میگم برادرای من، امیدوارم مردم ما رو ببخشن، زیادتر در مردای افغان ما خصوصا همین دلیل هست که میگن که من نمیگم همگی، شاور خود من یکی از کترکایی نیست، اما اکثریت میگن که گپ ماست، چیزی که من میگم باید اما تو شبه و اینمی باعث از این میشه که اولادا عقده میگیرن، مجبور میشن پت کنن، مجبور میشن از خانه برن، برای که امو حرمت از اونها رقم که شما گفتین که موقعیت اجتماعیشون امو روی یعنی پیشرفتش علمش با خودش بانیم، یعنی خود کمک کنیم، معاونت کنیم، در پشتشون استاده شیم، پالیشون استاده شیم. چیزی که اما صورت گفته شما مطلق نتیم که هرچی که من میگم اونمو بسیاری کسا جمیله جان شما دیدین گپی که میزنه میگه من واقعیت سب میگم، ما حقیقت میگم. واقعیت از کجا؟ این در علوم اجتماعی خصوصا هیچ واقعیت مطلق وجود نداره، کل نسبی است. هر کاری که میزنیم نسبی کلش در حالت تحول است. گفته شما گفتین در حالا هر روز تحول کرده میریم، شرایط شما ببینید تاریخ بشر قسمی که علمای امروز به ثبوت رساندن، چی تاریخ نویسنده، چی آنتروپولوژیست ها، چی سوشالیست ها، چی علما و متخصصین اقتصادی سیاسی، کل ما از یک فامیل در یک مملکت افریقایی نشأت کردیم 50,000 سال پیش. کی از نگاه ژنتیک و از نگاه ساینس امروز ثابت شده. کسایی که ایره ثابت ساختن که 20 25 30 سال کار کردن و به لول نوبل به اون درجه. این حال ما خودت زمینه جان نمیتونیم که تضاد دعوا کنیم. باید 200 سال ریسرچ کنیم، راستی تعقیب کنیم، نه که تضاد دعوا کنیم. این حال آدم یک میلان است که یک اندازه گپ رو گوش کنه. خب وقتی که از یک فامیل ما نشأت کردیم، این فرقایی که از فرقایی که نظر به زمان و مکان، یک آدم در قطب شمال زندگی میکنه، خوراک زیاد چیز مایز. یک آدم در هندوستان زندگی میکنه، نظر به اقلیم، یک آدم در افغانستان. پس حالت مطلق دادن باعث رسوایی خود آدم میشه. اونم تو میشه که آدم دروازه رو بسته میکنه و از تطابق آمیزش دور میمونه و برای خودم پرابلم خلق میکنه، برای اولادای خود. در موضوع اولادا جمیله جان، یک اصل اول که گفتم آدم باید مذاکره مفاهمه باشه، رابطه آدم با اولادا باید رفیقانه باشه، هیچ با زنش باشه و موضوعات که ارتباط نداره با زن اولاد. یا شما گفتین اجتماع اول ما امیر حاضر نیستیم قبول کنیم که فرق بین زن و مرد نیست، از نگاه ژنتیک، از نگاه طبی، از نگاه ساینس. جمیله جان همین گروپی که ما گفتم به نتیجه رسیدن که انسان ها هر چی زن چی مرد چی خرد چی کلان چی افریقایی چی افغانی چی امریکایی، از نگاه ژنتیک 99.9% یک چیز است. پس من نمیفهم که چرا همین فرق از چی وقت شروع شد؟ از ساینس شروع نشد، از عنعنات مزخرف شروع که مرد باید سردار باشه، مرد آمر باشه، مرد آبادار باشه و هر چیزی که مرد میگه. امروز افغانستان تا اندازه زیاد دچار همون پرابلم است. شما ببینید اگرچه که در پارلمان افغانستان امروز ما 68 نماینده داریم، اما باعث سمبول هستن، نه کپشان کسو گوش میکنه و خودشان بسیاری وقت میشینن
وقت تاثیر ندارن سر پالیسی. متاسفانه ایرگاهی با اسلام بازیده و چون منافع مرد سالاری بوده ایره باز با اسلام یک کاور یک پوش دینی میتن که هم غلط. بله که یا بر اسلام اینا اهانت است و کیانی آدم میبینه که در اون وقت که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چقدر به زن احترام داشت و یک زن خانمش با پول از او چقدر به اسلام خدمت شد و چقدر خانم اولش کمک کرد. اصلا هیچ از او یاد نمیشه وقتی که من میبینم. بله. مثلا دخترایش چقدر اینا دخترای هوشیار و شما بسیار عالی است. هیچ وقت من نشنیدم که یک توجه کنن که بگین هزارها مرد عرب او وقتی او هم عرب امروز شما ببینین بازم کنن میتونستن از خود بگوین میتونستن در مسائل خانوادگی اینا صحبت کنن و اینا چقدر زنها و شوهرها با هم با پیس زندگی میکنن احترام میگذاشتن به هم. اما امروز من نمیفهم چرا حتی ببینین امی خالیگاهی که موجود است شما ببینین که حتی دو پشته و دوریه میگن یا contradiction میگن یا hypocritical میگن در انگلیسی. شما ببینین رئیس جمهور افغانستان آقای کرزی که میگن ما یک مملکت دموکراتیک دارم که بر اساس قوانین اسلامی آباد شده. شما این آذر نیست که با خانم خود دیده شود. برای خانمش میگن دکتر اما که خانم تحصیل یافته داره. اگر ما آقای کرزی باشم در هر جایی که باشه خانم خود پالی خود خواهش میکنم مجبور نمیسازم استاده شه باعث سمبل باعث نمونه یک تعلیم یافته که به مردم که بگوین که اینا ببینین یک انقلاب سیاسی را آوردم دموکراسی است ما خانم مساوی با ماست. خانم خدا باید رایی کنه مکاتب. خانم یک چند وقت پیش من دیدم در تلویزیون با خانما این درجه چیز میداد سرتیفیکیت علمی میداد ایواز که خانمش هم کار کنه خودش خیلی برای خودت رواست که امرا یک خانم دیگه دست بدی اما خانم خود این کی است من نمیفهم که کدام مذهب خیلی کار نمیکنه افغان کلچر افغانی نمیکنه اما من چون آقای کرزی و امثالم در پارلمان کشیده باور کنید من رفتم یک 3-4 هفته پیش اونجا بودم در پارلمان باز رفتم ببینین این مردم مقابل خانمایی که در پارلمان شدن به قسم سعی میکنن که فقط اونا بگوین که یا میکروب هستن یا اینکه هیچ شخصیت ندارن موجودیتشون رو با اینا چیز نکنن اقرار نکنن که یا موجود هستن گفتار از اونا به مراتب صدق میکنه بر و از نگاه عیسویان جمیله جان ببینین امروز نفوس زنها در افغانستان میگن از 65 تا 67% یا 68% نفوس افغانستان خانم است. اینال از نگاه منطقی از نگاه دموکراسی باید 68% پارلمان خانم باشه 68% قوه اجراییه 68% قوه قضاییه اما هیچ کسی میره متوجه نمیشه حتی یک وزارت هم که دارم برام امور زنان ببینید سب کدام کار اونا رو مردا کنترل میکنن بارز نکردن. خب آقای نزار گپ زدن با شما قدر خوشایند و خوب است و باشین که از گپ میخیزه بسیار جالب است و متاسفانه وقت چون بسیار کم است اینا از اون خاطر ما امی سوال میخوایم از شما بکنم وقتی که اگه ما میبینیم اما یک پرابلم فرضاً شوهر ما داره یا خانم داره یا اولاد ما داره یعنی چطور راه حلش بیافیم. خب همین شما گفتین مثلا صحبت نمیکنه گوشه گیر میشه یا نمیخواد رابطه علمی و منطقی موجود نیست که بر اساس علم بر اساس ساینس باشه بر اساس عقیده و رسم رواج قدیمی نباشه که اونا گفته شما نه کدام قابل تطبیق است نه کدام سود داره در این بعض عناصر دیگه هم است که رول بارز داره. محیط چه قسم محیط آدم آماده بسازه محیط خانه باید پر از صلح و هماهنگی باشه. رول رفیقات چیست رفیقایی که انتخاب میشه امروز یک تعداد زیاد جوانا ایوازی که رفیق خود به خانه آورده نمیتونن میرن سرک میبینن یا پدر مادر خبر ندارن که اولادشون کیر میبینن یا مکار رول پدر مادر چیست که ما شما گفتیم باید رفیقانه باشه علمی باشه پر از معلومات باشه. رول مثلا مذهب چیست نه به قسمی که بعضی کسایی که خود باید متخصص و عالم اسلام معرفی میکنن اما راستی در واقع و صورت علمی ما تا اول جمیله جان کدام آدم ندیدیم که راستی نظر به تصویب و موافقه مؤسسات عالی علمی جهان بر اونا تخصص داده شده اما خدا عامی و خادم و نگهبان
کلچر و دین معرفی میکنن که ایوازی که سود برسانن ضرر میرسن. بله. و دیدن روانشناس هم بسیار کار دیدن روانشناس بسیار یک کار خوبه. چرا اینا کسایی هستن که سالها ببینید ما دمی روانشناسی یک شق سایکولوژیست که ما تخصص دارم در روانشناسی عمل سالها دارم میخونه، یک تجربه دارن، چند پیران زیاد کنه کردن. باید همین کلچر ما شما که میگه پرابلم خدا پت کنیم. یک تعداد زیاد افغانا بر مردم زندگی میکنن، مردم چی میگه نام ما بد نشه، از این چیزا خود دور بکنیم. اگر یک کسی که تجربه داره، یک چند سال درس خونده، بریم پیشون پرسان کنیم، راه حل پیدا میکنن، نتیجه از اون زندگی راحت است. برای اولاد خود بانیم که برای خود زندگی کنه. باز اون اصطلاح افغان میگه شمع که در خانه میسوزه مسجد صبر است. بله. خود باید جور کنیم. اول باید اول از خود درست کنه آدم تا بتونه جامعه رو درست کنه. ایوازی که ما با ترس باشیم که مردم همسایه چی میگن، مردم چی میگن. باور کنیم ما یک میشنم افغانایی که تلفن میکنه که ما از ترس مردم چیز نگو که باز بد است، نقل دان مردم میشیم. خب مردم شما نان نمیده، خودتان نان میخورین، خودتان کار میکنین. و یک پروسه یک وقت ضرورت جمعی جان که آدم جدا کنه. استقلال مفهومی آدم گپ از دموکراسی و استقلال نزنه جمعی جان تا که تطبیقش نکنه. بله. یک آدمی که در غلامی، چی غلامی کلچر باشه، چی غلامی عقیده باشه، چی غلامی یک شخص باشه، چی غلامی پدر، مادر، اولاد، هر چی باشه، پس نام نبرین که ما آزادی رو خوش داریم. ما افغانا مستقل هستیم، استقلال خوش داریم. نه اگر در غلامی زندگی میکنیم پس بگوییم که ما غلام هستیم. اینال غلام اگر بدین نجات بدین خدا، انقلاب کنین. من وصیت ما بر هر کس است، خصوصا چند روز پیش به خانمای افغان گفتم اینا قیام کنن. شما ببینید اگر 1 میلیون خانم افغان در سرکا بگردن مظاهره کنن، باور کنید هیچ قدرت نیست که دم از رو بگیره. خب امروز که اول باید ما خود بسازیم، خود بسازیم. اما حق خود آدم باید معیار خود بفهمه که وقتی که به حریم آدم توهین میشه، آدم میتونه که رستارت کنه. چند دفعه اگر نشد قانون است، میتونه از قانون کمک بخواه. برای که زن ضرور نیست که همیشه محکوم باشه. اما توهین آدم یک معنا و تفسیر واقعی بتنی که یک آدم گپ زد که والا جمیله جان دیروز در شاپینگ سنتر دیدم. بله. پس جمیله جان قار شد و چرا درباره من گپ زد؟ خب دیدم. خوب دیدی؟ خوب شد که دیدی. خدا کنه باز ببینیم. خب آقای نزار بر ما میگن وقت ما باز متاسفانه پایین رسید. سوال دیگه مانده که انشالله میتونین هفته دیگه بیاین یا ما کوشش میکنم. ما باید یک کنفرانس برم در شیکاگو. خب بله. کنفرانس این موضوعات فامیلی. بله. اگر نرفتم قربان شما در تماس هستیم. به خاطر زیر ما میخواستم از شما پرسان کنم که عزیزان ما که حال برنامه رو میبینن هفته دیگه اگر شما میایین کمیال بفهمن که هفته دیگه سابجکت که ما اگر لس آنجلس بودم سرگپ میزنیم سر ازدواجای سنتی و ازدواجایی که چرا طلاق ها میایه این سر ازی صحبت میکنیم. امیدوار هستیم که امروز همگی از این مستفید شده باشن. وقت کم است میفهمم. خب بازم از لابلای گپای مفیدی که شما زدین حتما نگادم واقعا خوشبینانه و بدون از اینکه مردم چی میگن و بدون تعصب و تبعیض آدم بهش فکر کنه حتما خودم میتونه بسازه. و امیدوار هستم که این گپ‌ها باعث ازی شه که عقلا دروازه باز شه. جوانای ما هست و خودکشی ها و اینا که واقعا باعث رنج همگی است از بین بره. خب در آخر هم آقای نزار اگر کدام مسیج داشته باشین. من موافقت همه را میخوایم. این گپایی که شما زدین و تایید گپ شما میگن که آدم یک روش باز اختیار کنه، از علم نترسه، از تطابق آمیزش نترسه، عشق آدم زندگی خود، دماغ خود انکشاف بده، با مطابق زمان و شرایط زمان و مکان بسازه. برای خود آدم نه تنها دروازه سعادت باز میکنه، اما از نگاه روانی، از نگاه دماغی، از نگاه طبی صحت با وجود میاره. هم گفتم لغت هارمونی یا هماهنگی رو با وجود میاره که باعث نه تنها خوشی شخصی میشه، باشه خوشی اجتماعی میشه. اولاد آدم، فامیل آدم، اجتماع کرد آدم آرام میباشه. بله واقعا بسیار زیبا. خرچ به جای آدم جلوگیری میکنه. بسیار زیبا. گفتیم که خب عزیزان وقت برنامه امروز ما به پایان رسید. انشالله آقای نزار یک دفعه دیگه هم در برنامه میاین تا مسائل ازدواج صحبت کنیم. امیدوار هستم که همه ما با عشق و محبت زندگی کنیم، اولادای خود دوست داشته باشیم، برشان استقلال بدیم. اما رقمی که آقای نزار گفتن بانیمشونه که خودشان زندگی خود منش کنن، ما هم در کنارشان باشیم
نظرهای خود به شکل عشق و محبت با دوستی برشان بتیم و بگذاریم که اونا هم با حریم انسانی خود زندگی کنن و پشت مردم هم نگردیم، کار راست کنیم، راه راست بریم، از راه منطق و انسانیت پیش بریم، هیچ وقت سر هیچ کس هم رای نزنیم. بله، نه از راه تعصب و از راه تبعیض یا بسیار خیلی. خب عزیزان، هفته خوش رو براتون میخوایم. تا هفته دیگر روی همه جوانا رو میبوسم. با امان خدا.